باباه یه راکت انداخت سمت دخترش، ولی راکت نزدیک بود لهش کنه، چون از شهاب سنگ ساخته شده بود و وزنش حدود 500 کیلو بود. ولی باباه به دروغ گفت فقط 100 کیلوه. مجبورش کرد هر روز 1000 بار با اون راکت توپ بزنه. میگفت فقط اینجوری میتونه قهرمان پینگ پونگ بشه. دختره هم هر روز سخت تمرین میکرد. یه روز یواشکی رفت زمین تمرین داداش بزرگترش تا ازش فوت و فن رو یاد بگیره، ولی دید داداشش حتی سرویس عادی هم نمیتونه بگیره و توپ خورد تو سر و صورتش. بعد که داداشش رفت، دختره خواست خودش امتحان کنه. پیش خودش فکر کرد شاید داداشش کلاً ضعیفه. دکمه دستگاهو زد، وایساد. توپ با سرعت وحشتناکی از دیوار پرت شد، ولی اون راحت برگشتش داد. دیوار ترک برداشت. اون اولین کسی بود که تونست این چالش رو کامل کنه، ولی واسه خودش چیز خاصی نبود، چون همچین تمرینایی براش عادی بود. وقتی رفت، مربی اومد، توپ رو از دیوار کشید بیرون و یهو دیوار ریخت. مربی فهمید کسی که این توپ رو زده آدم عادی نیست. دستور داد همه جا دنبال اون بگردن. میگفت اگه اینو بیارن توی تیم، حتما قهرمان جهان میشن. روز مسابقه مربی با تیمش وارد شد، ولی نمیدونست همون کسی که دنبالش میگشت تو تیم خودشه. اون کسی نبود جز همون دختر روستایی که همیشه مسخرش میکردن. دختره اصلاً براش مهم نبود بقیه چی فکر میکنن. میخواست با قدرتش همه رو ساکت کنه. مرحله اول مسابقه این بود که با توپ شیشه ها رو بشکنن. هر کی بیشتر میشکست برنده میشد. اول حریف دختر اومد. با یه ضربه همه شیشه ها رو ترکوند. همه براش دست زدن. نوبت دختری که شد حتی نمیتونست راکت رو درست نگه داره. یه دونه شیشه هم نشکست. همه زدن زیر خنده و گفتن بیخیال شو. حریفاش هم به مربی گیر دادن که بلد نیست چیزی یادت بده. ولی دختر کوتاه نیومد و خودش رو کشون تا فینال. اونجا دیگه راکت 500 کیلویش رو انداخت دور و یه راکت معمولی برداشت. حریفش فکر کرد بازم خراب میکنه، ولی دختر یه ضربه محکم زد. توپ با سرعت رفت و خورد به حریف و 300 متر اونو پرتش کرد اون برتر. حریفش بد جور زخمی شده بود و دیگه نمیتونست ادامه بده. آخرشم دختره قهرمان شد.